تاجیکان دنیا به پیش، تاجیکان دنیا به پیش. هر کس که میگه تاجیکستان به پیش، بعد از این میخواد که ملت تاجیک را کوچک بسازه، ملت تاجیک را بی‌عزت بسازه، ملت تاجیک را باش دشمنی داره. هر کسی که بعد از این بگه تاجیکستان به پیش، تاجیکان تمام دنیا به پیش، تاجیکان تمام دنیا و از تمام برادرایی که صدای مرا میشنون، از تمام تاجیکایی که صدای مرا میشنون، چی در مسابقه هست، چی در هر جایی هستیم، تاجیکان دنیا را فراموش نکنیم. ما یک ملت هستیم، ما در یک ملت هستیم. برای ما بین تاجیک خراسان و تاجیک تاجیکستان و سمرقند و بخارا و پاکستان، امروز در پاکستان 15 میلیون تاجیک است. ما با رهبر تاجیکای پاکستان تماس مستقیم دارم، با رهبر تاجیکای پاکستان. اونا افتخار میکنن که تاجیک هستن، اما زبان فراموش کردن. امروز در ایران به میلیون ها تاجیک است. امروز در قفقاز ما تاجیک داریم، در چین تاجیک داریم، در سمرقند و بخارا، در ازبکستان که میگن ما ازبکستان نمیشناسیم. برای من یک چیز است، فقط سمرقند و بخارا. در سمرقند و بخارا میلیون ها تاجیک است. خب شما وقتی میگین تاجیکستان در پیش، خب تاجیکستان چند میلیون تاجیک داره؟ اگر یک ملت مصمم باشه، یک جا باشه و ایمان داشته باشه، معتقد باشه به حرکتی که داره، اندیشه‌ای که داره، تمام دنیا در مقابلش کاری کردن نمیتونه. سبب ای که ما امروز در روسیه پامال هستیم، به عزت میشیم. یک تاجیک ما را که پاسپورت روسی داره، پاسپورتش از پیشش میگیرن میفرستنش تاجیکستان. کسی هم نیست که بگه تو چی کردی. در هر جای تاجیکا بالاشان ظلم است، پولش کسی نمیته، تاجیکا با چاقو میزنن، تاجیکا میکشن. دلیل در چی است؟ سبب در چی است؟ بیاین که سبب پیدا کنیم. سبب در بی اتفاقی ماست. کولاب رفته برای خود گروپ ساخته در روسیه، دوشنبه رفته برای خود گروپ ساخته، تاجیکای یک جای برای خود گروپ ساخته و مردم هم میفهمه که اینا همقدر در بین خود دشمنی دارن که ما یگان دشمنی به اینا نکنیم، اینا رو فقط طرفشان نگاه کنیم، اینا میبازن. ما یک دست نیستیم، ما باید یک دست شویم. ما منطقه گرایی و قشلاق گرایی و سمت گرایی رو باید از بین برداریم. به خدا نابود میشیم، نابود میشیم تاجیکای عزیز. بیاین که یک خانم، ما همیشه گفتیم و به این باور دارم، ایمان دارم، تاجیکا یک خانواده بزرگ هستند. یگان فرق بین خانواده شما، ناموس شما، خواهر شما، مادر شما و خواهر مادر من، یگان فرق پیش من نیست. یگان فرق نیست. کسی طرف ناموس شما با چشم بد تماشا کنه، چشمش هم میکشم از رویش. من اینم یک تاجیک با ناموس هستم و به چیزی که میگم باور و ایمان دارم.